آقای امین عزیز، مسئله تعلیمات تکنیکی در هر جامعه میتونه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشه، به این لحاظ که بتونه در سطح تکنیکی و مسلکی بر رشد قابل ملاحظه‌ای دست پیدا کنه. اداره محترم تعلیمات تکنیکی و مسلکی از سالهای دور با ایسو فعالیت‌هایی داره. بفرمایید که ارزش و جایگاه این اداره در میان جامعه افغانستان چگونه ارزیابی میشه؟ بله آقای حسینی، تشکر از سوالات شما. ما در جامعه بالخصوص در جامعه افغانستان ما حدوداً در 80% ما ضرورت به نیروی بشری که مسلکی و تکنیکی و حرفه‌ای باشد ضرورت داریم. پس از همین لحاظ ضرور است که ما باید اینطور یک اداره داشته باشیم. بسیار خوب. و این اداره از چه مدت زمانی فعالیت‌های خود در عرصه تعلیمات تکنیکی و مسلکی آغاز کرده؟ اشاره‌ای بفرمایید. مثل که شما خبر دارین این اداره تأسیسش در سال 1302 هجری شمسی شده. همون زمان در دوران حکومت امیر امان الله خان تأسیس گردیده. بعداً دیگه تغییرات آمده، 12 دفعه تغییر شده. بعضی وقتا ارتقا پیدا کرده، بعضی وقت هم در تنزل رفته. بالاخره در 1397 همین اداره که فعلا ما داریم، اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی که از معینیت پس به همین اداره ارتقا یافت تأسیس شد. خب بیشتر در دایره چنین اداره چه فعالیت‌هایی صورت می‌گیره؟ حالا مشخصاً تعلیمات تکنیکی و مسلکی است. در چه حیطه‌ها و چه جنبه‌هایی چه فعالیت‌هایی می‌کنید؟ ما خود در 79 رشته تدریس داریم. 79 رشته دیگه زیادترش رشته های تکنیکی و مسلکی است. مثلا انجینیری است، مهندسی است، زراعت است، تکنیک است، ماشین است. همین چیزا ما در سایت خود داریم. 79 رشته اونجا تشریح گردیده. بیننده ها میتوانند از طریق ببینن و خودشان. تشکر. و امین صاحب، در سالهای اخیر شاهد این هستیم که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی دستاوردهای فراوانی داشته. نمونهش میتونیم موتر ساخت افغانستان بگیم که همکنون خوشبختانه باعث شده که در بازارهای جهانی و نمایشگاه‌های جهانی در معرض دید قرار بگیره و بتونن نام افغانستان بالا ببره. اشاره داشته باشیم به دستاوردهایی که این اداره در طول این سالهای اخیر داشت. خیلی خوب است. بزرگترین دستاورد ما خو همین موتر بودن که خود آقای احمدی واقعا افتخار همه افغان است، افتخار ما هست و از رهبری اداره ما شخصا البته نه به نمایندگی تشکری میکنم که آقای احمدی را حمایت کرده و کار به اینجا رسید. در حال شما خبر دارین در اون زمان 60% کارش باقی مانده بود، 40% شده بود. همین کمپانی انتاپ باز تکمیل شد. پروسهش شما دیدین که با کمک اداره تعلیمات تکنیکی، رهبری اداره تعلیمات تکنیکی از طریق وزارت محترم خارجه با سفارت محترم قطر در تماس همین پروسه بود. بالاخره که پروسه طی مراحل شد، موتر به اونجا رسید که باید نمایشگاه قرار بگیره. بله. ما اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی چون هر کاری که اینجا صورت میگیره در افغانستان اصل از کل ما هست. ما به این نمایندگی داره از خود آقای احمدی با تیمشون، با تمام کارمندانشون که زحمت کشیده، حتی میخی که از بازار آورده، یک جهان سپاس میکنم. و مثل او مثلا خط بریل است. خط بریل برای اولین بار که با اعرابش، یعنی اینجا تقریبا در حال تکمیل شدن است، چون یک پروسه داره، هنوز مکمل تکمیل نشده. وقتی که تکمیل شود ما با رسانه‌های محترم شریک می‌سازیم. مثل این کارا دیگه هم داره. ما یک نمایشگاه در راه داریم، نمیتونم جزئیاتش با شما شریک سازیم، ولی این نمایشگاه حالا سرشان کار روان است. یک نمایشگاه سرتاسری به سطح افغانستان که هر کس میتونه خلاقیت و ابتکار خود را، چیزی را که ساختند، طرحی را که با خود دارن، میتونه از غرفه های اونجا استفاده کنه، بیاین به نمایش میگذاریم. باز مردم و جهان خبر میشه که ما چیکار بله. تشکر. و پلان های بعدی در آینده چه پلان هایی هست که بتونین برای تقویت اداره کارهای انجام بدین که هم از بتونه در عرصه تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان بتونه به یک مرحله بهتر برسه؟ تشکر آقای حسینی.
در مجموع خب باید آدم پلانش بسیار بلند پروازانه باشه. بله بله. ما میخواهیم که در 2050 انشاءالله شاید این کلیپ وقت باشه. باز اگر ما نبودیم جوانان باز میبینن. در 2050 ما تصمیم داریم از لحاظ مسلک و تکنیک و حرفه که باز با اقتصاد افغانستان کمک میکنه در تمام جهان اول باشه. هدف ما بسیار اقتصادی از هر لحاظ باید ما اول باشیم. ما خو هیچ وقت کوشش ایره نکردیم که دنیا را بکشیم. هیچ وقت ما تعرض نکردیم. تاریخ ما را مردم میدونن. این مردم بودن که ما را نمیماندن. اگه ما را مردم وقت بده، جوانای ما را، البته ما به این معنا که جوانان ما را وقت بده، کارایی را ما میتونیم که شاید دنیا نتوانه. ان شاء الله شاید این روزی باشیم که افغانستان در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ و هنر بتونه جایگاه ویژه‌ای در میان کشورهای جهان داشته باشه. ان شاء الله این روزها به دور از انتظار نیست و شاهدش خواهیم بود. تشکر از شما، زنده و سلامت باشین. پیام پایانی شما را حالا میشنویم، به ویژه برای جوانان عزیز که اشتیاق دارن برای که به اداره محترم شما بپیوندن و تعلیمات تکنیکی و مسلکی رو به پیش ببرن. چه صحبت و گفتگویی در پایان دارین؟ پیام خوب است که ما باید این مملکت خود را بسازیم تا از احتیاج دیگران براییم. خب برای ساختنش نیروی بشری واقعا مسلکی و حرفه‌ای به کار است. ایره باید ما خود را برسانیم. خب این هم نمیشه آقای حسینی تا که ما دست یک دیگر را نگیریم و دست به هم دیگر ندیم، هم دیگر پذیر نباشیم، امکان هیچ چیز نداره. اگر ما یک دیگر را قبول کردیم مثل برادران باز میتونم پیش میشم دنیا. از جوانان محترم میخوایم که ما در خدمتشان هستیم، اونا خود را برسانن، بیاین به 372 مرکز تعلیمی ما به تمام ولسوالی، به 255 ولسوالی ما فعالیت داریم، ما در خدمتشان هستیم.